علت این که بعد از خیانت هنوز زبونش درازه، جبران نمیکنه، کاری نمیکنه، اینه که خودشو قهرمان داستان خیانت میدونه. مثل روباهی که میره مرغ همسایه رو میدزده و به خودش افتخار میکنه که یکی از نیازاشو برآورده کرده. انقدر به خودش دروغ گفته بابت خیانتش، انقدر توجیه آورده که همسرم کم گذاشته، همسرم به من نمیرسه، هم من گذشته بچه بودم ازدواج کردم، الان بزرگ شدم فهمیدم اینو نمیخوام و 1001 دروغی که به خودش میگه رو انقدر گفته و باور کرده که حالا حس میکنه قهرمانانه رفته یه نفر رو به دست آورد و همین باعث میشه که زبونش دراز بشه و تا زمانی زبونش درازه که به این فکر نکرده که اگه همین بلا سر خودم بیاد بازم اینقدر زبون درازی میکنم، اگه همسرم رو تو آغوش یه نفر دیگه ببینم بازم زبون درازی میکنم. پس کسی که خیانت کرده فقط به این نیاز داره فکر کنه، تصور کنه به بلایی که سر خودش